من طرف برادرم صحبت میکنم، ادامه علیه به نفع برای برادرم علیه جمهوری اسلامی. خسرو متولد 37 خسرو عرض کنم خدمت شما اصلا نوجوانی بود، شروع کرد به کتاب خوندن و با سازمان فدایی شروع کنه کار کردن در بخش تبلیغات محلی تا اینکه به بخش کارگری میپیونده، چون خوشم کار میکرد تو کارگاه ها و در این رابطه میره برای دفاع. کارش این بوده که در به اصطلاح جدال‌هایی که بین صاحبان کارگاه‌های به اصطلاح کوچیک و کارگرها وجود داشت میره به دفاع از اونا. سال 60 همراه 4 رفیق دیگه در جاده اتوبان کرج دستگیر میشه. 10 آبان سال 60، 15 آذر اعدام میشه همون سال، ولی خبرش نمیدن به خانواده تا اینکه برادر بزرگترم میره میپرسه، دنبال ملاقات بوده و می‌خواسته به اصطلاح یه جوری ببینه باش لباس براش میبره، وصیت‌نامه‌شو با لباسش بهش میدن و میبینه که این در واقع تاریخ وصیت‌نامه 15 آذر سال 60، یعنی در واقع یه ماه بعد از دستگیری اعدام میشه بدون هیچ دادگاهی. بعد چیزی که باز در رابطه با اعدامشون تو که به اصطلاح خانواده‌ها برای هم تعریف کرده بودن این بوده که این 75 نفر رو تا پای جون تا آخرین رمق شکنجه کرده بودن و وقتی بردن اعدامشون کنن اصلا بدی نمی‌تونن بایستن. همون دوره‌ای بوده که احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی جزء تکتیر زن‌ها و در واقع بر دست لاجوردی بود زندان اوین. The Islamic Republic in its entirety, interrogators, torturers, wardens, religious judges, and you add Attorney General, Minister of Information, Khomeini, are responsible for killing my brother. All of them were in agreement with a policy to annihilate the opposition and either directly or indirectly were involved in killing my brother and thousands of other political prisoners. And you add this, and that's why I would like to ask you a question. By being silent, they approve the execution. Those are very interesting, important issues in international law. But my question is, were they really silent? نه، اینا اتفاقا میخواستن این اعدام انجام بشه و تا آخر تمام این جناح از آقای همین الان کروبی و موسوی اینا بگید تا همشون میخواستن این اعدام انجام بشه. جزء کسایی بودن که تو دار دسته اعدام بودن. سری دوم در واقع موسوی رهبر مسئول این به اصطلاح کمیته اعدام ها بود و متاسفانه این که الان سوال از این جهت داره میشه که اخیراً تو جریان انتخابات این خانم زهرا رهنورد بیشرمانه اعلام کرد که در اعدام ها نه تنها موسوی که حتی آیت الله خامنه‌ای هم از اعدام ها خبر نداشته. Do you know, for example, of any declarations of the people you mentioned here that would prove that they were not silent on those executions? مورد تایید همشون بوده، ساکت نبودن، همشون هم میخواستن انجام بشه. تمامی چیزایی که من مثلا اشاره کردم اصلا خودشون دست در کار این کار بودن، مثل قفاری که الان اصلاح طلب شده مثلا. You say that your brother and the whole group were shot by machine gun fire. It's the first time somebody tells us this. Can you tell us where you get this information from? این خبر رو در واقع ما میگم روز اعدامش هم از یه ماه بعد از خبر اعدام شدم. بعد وقتی من خودم نمیتونستم برم، نرفتم من اونجا، ولی خانواده‌ام و خواهرم، مادرم اینا و
یکی از برادران میتونستن برن اونجا، حتی خانم برادرم میرفتن اونجا با خانواده های دیگه در ارتباط قرار گرفتن و اونها میدونستن. به واسه چند تا خانم مادری بودن که دور بودن و اونا بسیار مویه میکردن و اینا. وقتی مادر اینا باشون رابطه میگیرن، اونا بودن که در واقع گفته بودن که در واقع اینا به این ترتیب بدن، حتی نمیتونستن بیستن. در واقع برای همین حتی اون کسی که گورکن بوده اون گفته که اینا رو با بقچه چال کردن، دفنشون کردن، که گورکن بهشت زهرا. Thank you.